آیا سخن گفتن در ذات خدا غلطه یا درسته؟ و توضیح دادیم که سخن گفتن در ذات احدیت دو گونه است. اگر کسی همانطور که ذات مثلث و مربع و انسان و درخت و گیاه و گرسنگی و تشنگی و حالات درونی خودش را یا چیزهایی که در کنار او و خارج از وجود او هستند میخواد بفهمه و درک کنه، به این معنا اگر میخواد از ذات احدیت شکل و قیافه و صورت و احساس و وجدان و این حرفا پیدا کنه، قطعا این داخل در شرک و بتپرستی و شبیه درست کردن برای ذات احدیته. اما اگر کسی بخواد بگی که نه، من در مورد اون خدایی سخن میگم که هرچی به فکرم بیاد، به ذهنم بیاد، شکل و صورت و قیافه و زمان و مکان و اجزا، خدا فراتر از این هاست، بالاتر از این هاست، خالق اشیاء دارای صورت و شکل و خود او شکل و صورت نداره. خود ذات احدیت شکل نداره، صورت نداره، کیفیت نداره، حالت نداره و او خالق همه صور و کیفیات و حالات و اشیاء دارای اجزاست. این عین توحیده و اشکالی نداره و همیشه باید ما حد اعتدال را در همه جا و در این مسئله که اهم مسائل مراعات کنیم که مبادا به افراط و تفریط گرفتار بشیم. چون یک عده اونقدر در اینجا افراط کردن که ذات خدا را با بت‌ها و با اشیاء دارای جزء و کل یکی دونستن. حتی اون کسانی که بنابر فکر بشری و فلسفه های گوناگون ذات خدا را اونقدر وسیع و بزرگ و پهناور انگاشتن به نام حقیقت الوجود که همه جا را پر کرده. اینها در واقع خدا را یک جسم، ولو جسم بی نهایت، یک شکل امتدادی و دارای اجزای بی نهایت فرض کردند. در مقابل اینها باز یک گروهی تفرید کردن و گفتن اصلا سخن گفتن درباره خدا باطله، اصلا هیچی درباره ذات احدیت نمیشه گفت، خدا نمیشه گفت، الله نمیشه گفت، موجود نمیشه گفت، عالم نمیشه گفت، حتی خدا رو نمیشه عبادت کنی. اگر کسی بخواد با خدا سخن بگه یا خدا رو عبادت کنه یا هر اسمی رو بر خداوند متعال اطلاق کنه، خدا رو حادثش کرده، خدا رو تو فکر و اندیشه آورده. بنابراین هیچگاه درباره ذات خدا نمیشه صحبت کرد. خب اینا تفرید کردن، اینا برخلاف نصوص قرآن و روایات و ادله عقلی رفتار کردن. مانند مثلا صوفیه، شیخیه، اینا سخن گفتن در مورد ذات احدیت را حتی به معنای شیء به خلاف الاشیاء که نصوص روایات ماست، خالق عالم، صانع عالم، اللهی که معبود ماست، اینا همه رو باطل میدونن و حتی همه اینها رو میگن به غیر خدا اطلاق میشه که در نقدشون و بیان بطلان ادعاها و دعاوی و تفاسیرشون انشاءالله سخن مفصل خواهیم داشت. پس افراط و تفرید هر دو غلطه و ذات احدیت هرگز قابل شناخت نیست، نه به علم حصولی نه به علم حضوری، و این علم حصولی و حضوری رو هم انشاءالله توضیح کامل خواهیم